در یک شب سرد دسامبر سال 1770 در شهر کوچک بون در آلمان کودکی به دنیا آمد که جهان موسیقی را برای همیشه تغییر داد. نامش لودویگ فان بتهوون بود، کسی که بعدها با وجود سکوت مطلقه دنیای خود زیباترین صداهای تاریخ را خلق کرد. پدرش یوهان بتهوون خواننده‌ای در دربار بود و آرزو داشت پسرش نابغه‌ای مثل موزارت شود. از همان کودکی لودویگ مجبور بود ساعتها پشت پیانو بنشیند و تمرین کند. اشک، خستگی و صدای فریاد پدر همراه روزهای کودکی او بود، اما از دل همان سختی نابابی بی‌نظیر شکوفا شد. در 7 سالگی نخستین اجرای عمومی خود را انجام داد. در 11 آثار خودش را می‌نوشت و در 17 برای نخستین بار به وین رفت، شهری که قلب موسیقی اروپا بود. آنجا با موزارت دیدار کرد. موزارت پس از شنیدن نوازندگی او گفت به یاد داشته باشید این نام را غیر روزی جهان را به شگفتی خواهد آورد. چند سال بعد مادرش درگذشت. بتهوون افسرده و تنها به وین بازگشت تا زندگی تازه‌ای بسازد. او شاگرد یوزف هایدن شد، پدر سمفونی، اما روح سرکش بتهوون نمیتوانست در قید قوانین کلاسیک بماند. او میخواست احساسات را با نوت‌ها بیان کند. غم، عشق، امید، عصیان، همه در موسیقیش حضور داشت. در سال 1801 بتهوون اثری نوشت که هنوز پس از 2 قرن دلها را می‌لرزاند، سونات مهتاب مونلایت سنت. او این قطعه را برای دختری جوان به نام جولیتا گویچاردی نوشت. عشقی ناتمام، درخشان و غم‌انگیز بیله. نوت‌هایی که چون نوری کم سو بر سطح دریا می‌رقصند. اما درست در اوج شکوفایی حادثه‌ای سربه‌ساز رخ داد. بتهوون فهمید که شنوایی‌اش در حال از بین رفتن است. در ابتدا فقط صداها را ضعیف‌تر می‌شنید، اما به تدریج همه چیز در سکوت فرو رفت. برای یک آهنگساز این ختم مرگ بود. در نامه‌ای که به خایرین اشصد نوشت اعتراف کرد که می‌خواست خود را بکشد، اما گفت هنر مرا نگه داشت. هنوز چیزی در درون من هست که باید به گوش جهان برسد. با او ادامه داد، در سکوت اما با روی آتشی. از رنج سمفونی 5 زاده شد. 4 ضربه سرنوشت که بر در زندگی می‌کوبند: خشم، مبارزه، پیروزی، غیره. این اثر نو فقط یک موسیقی، بلکه فریاد روح انسانی در برابر تقدیر است. بتهوون به خلق ادامه داد، در سکوت، در تاریکی، در تنهایی، تا آنکه بزرگترین اثرش را آفرید. سمفونی 9 اوج انسانیت در موسیقی. در این اثر برای نخستین بار صدای انسان وارد سمفونی شد. همان اوج شادی بود چجور که امروز سرود اتحاد ملت هاست، پیامی از عشق، صلح و برابری. در روز اجرای نخست سمفونی 9 بتهوون کاملا ناشنوا بود. او پشت به تماشاگران ایستاد تا رهبری کند. وقتی موسیقی به پایان رسید، مردم ایستاده فریاد می‌زدند و کف می‌زدند، اما او نمی‌شنید. یکی از نوازندگان آرام او را برگرداند. با بتهوون چشمان اشک‌آلود مردمی را دید که عشقش را فریاد می‌زدند. برای این متن هم یک عکس مستطیلی سیاه سفید بساز. بتهوون سالهای آخر زندگیش را در تنهایی و بیماری گذراند، اما حتی در آخرین روزها نیز علم از دستش نیفتاد. او نوشت تا آخرین نفس. در 26 مارس 1827 در وین، در میان طوفان، بتهوون برای همیشه خاموش شد. میگویند در لحظه مرگ وعدی عظیم در آسمان پیچید و گویی خود آسمان برای او نواخت.